فکر نکنم پیش هیچ کس شک باقی باشه که مزاری وابسته به ایران نیست یا مزاری وابسته به ایران نبوده. به همه معلوم است که مزاری وابسته به ایران بوده و ایرانیا دیگه خواسته خاص به خصوص خود در کشور ما داشتند. و این ترتیب دوستم در ارتباط با ازبکستان و باقی کشور. دیگه ملت ما مواجه شد به یک جنگ ناخواسته که قصداً از طرف همسایه توسط همچه عناصر خود فروخته تحمیل شد در کشور و این ادامه یافت تا به امروزی که ما و شما شاهدی مسئله بودیم هستیم. دیگه من خداوند سپاس میگذارم، دیگه بازم سپاس میگذارم که این لطف پروردگار بوده و مقاومت همه مردم بوده، مخصوصا مقاومت مردم کابل در برابر بدترین شرایط بوده که دشمنای اسلام، دشمنای که افغانستان، دشمنای آرامش مردم ما موفق نشدن. دیگه آیسای موفق نشد که دست نشانده خود در ایجا به قدرت برسد. ایرانیا موفق نشدن که در گوشه کابل به ما لبنان دیگه جور کنن و ایتو فکر کنن که در یک پایگاهی دارن. و او آرزوی را که ازبکستان داشت و باقی کشورها که گویا سرحدات شمالی در توسط دوستان ما میتونیم امنیت کنیم و بعد از او طریق ما میتونیم که در افغانستان همیشه تأثیر خود داشته باشیم. هیچ چیزی موفق نشدن. حکمتیار شکست خوردن، مزاری اصلا گلمش چیده شدن. دوست من با وجود همه تلاشایی که کردن دیگه الحمدلله در تمام جنگاش در شمال ناکام بود. کی است که در از این اعلای موجوده که به قول شما اسلام ناب خالص را سیادت کنید؟ من که به این اعتقاد بر شما نیستم. ما اگر میخواییم شعار بدیم، خب شعار میدیم. ما میخواییم صد اسلام در افغانستان سیادت، شعار بدیم که از پرده بیرون افتد کار و نه در خانه رندان سخن نیست که نیست. اونایی که بیشتر شعار اسلام میدن، اونا بیشتر در وابستگی و در کمک گرفتن از کشورهای خارجی مستقلن. کی هسته؟ شما خیال میکنید این جنگایی که صورت میگیره پول نمیخواه؟ یک مای مصرف یک برج قوس دسته مزاری در غرب کابل و 1 میلیارد و 780 میلیون افغانی رسیده بود. کاغذایی که به دست برادرها افتاده اسناد، از روی اسناد اونا همه موجوده. مصرف یک برج قوس 1373 1 میلیارد و 780 میلیون شده. اینا از داخل ما، اینا تیش کرده یا از خارج مقدمه برای قتل و غارت و خرابی کشوری. امروز همسایه‌های ما بلا استثنا در قضیه مداخله دارند. البته عوامل جنگایی که در 100 سال شده ما نمیگیم که تنها حزب وحدت مسئول بوده. اون چی که به حزب وحدت برمیگرده مسئولیتش به دوش آقای مزاری و خلیلی ما میدانیم. ولی در اینجا آقای خلیلی بیشتر سبب شد که حزب وحدت دنبال روی سیاست حزب اسلامی بسازد. ایراد اصلی ما هم بود و نقص عمده‌ای در کار می بود. ما به عنوان یک مردمی که در افغانستان یک اقلیت هستیم، ما یک حزب هستیم، ما خصلت‌های خود داریم، خواستهای خود داریم. ما در اینجا دایه از این نداشتیم که ما زعامت افغانستان حتما ما داشته باشیم و سریازی با کسی دعوا داشته باشیم. دایه‌ای که حزب اسلامی داشت ما اون دایه را نداشتیم. او توانی را که حزب اسلامی داشت ما او توان هم نداشتیم. این سیاست هم نداشتیم. ما سیاست ما مبتدی و به عنوان معاون اول حزب وحدت اسلامی هیچ در جریان نبودیم که ما هم در این قضیه شریک هستیم در طرحش، که در مواردی که همینطور به یک نحوی پای ما هم در جنگ شریک شده توسط آقای مزاری و آقای خلیلی. من شخصا از دو ناحیه بررسی میکنم. یکی جا طلبی و خودخواهی های اینا بود، دومی که متاسفانه تعهدات اینا با خارجی ها با پیمانی بود که مسائل ملت و کشور خود اینا فدای خواسته ها و آرمان های شوم باداران خود کردن، که در این راستا البته ما تلاشای زیادی کردیم، اما متاسفانه اینا با خود نیامدن. ترجیح دادن که ما مشکلات از طریق تفنگ و ماشه های تفنگ حل میکنیم، که ما شما امروز شاهد صحنه هستیم که سرنوشت این ارتوچیری که باعث همه دردها و مصائب ملت ما شد امروز به چی قراره؟ و فعلا خب یکیش که
بر اساس امو تعهدات نامقدسی که و اعتماد بیجا و بی موردی که آقای مزاری کرده بود و سرنوشت تاریخی و سرنوشت محکوم به مرگ خود قرار گرفت. چون در رابطه با پوهنتون کابل قبلا سخن گفتیم، قابل تذکر است که زمان آقای مزاری اعلان نموده بود که تا احقاق حقوق اهل تشیع و ملیت هزاره در افغانستان و دادن بیش از 35% سهم در کابینه هرگز اجازه نخواهد داد دروازه های پوهنتون باز شوند و گویا آنها پوهنتون کابل را به خاطر تحقق مقاصد سیاسی خود گروگان گرفته بودند. تلاش هایی که به ارتباط آشتی با دوستان اگر روان شده باشه، ما بالکل در جریان نیستیم و ایره کاری مردود میدن. ایره اسلاما، دینا، عقیدتا و عقلا و منطقا لضرر دنیا و آخرت ملت و مردم خود میدن و در جایی که دوستان باشه ما نیستیم.